بازی با دسته اوساکا اوداکس بود ولی آنها از ما خیلی کلام بودن 2 سال از ما کلام بودن برای همین بازی خیلی مشکل شد در قسم اول آنها با ما 2 گل زدن با ما حرکت کردیم که حساب رو برابر کنیم و در قسم دوم که رستم سایه رو به میدان در آمد و ما با 2 حملهگر بازی کردیم بازی خیلی خوب شد و توانستیم که هجوم کنیم و خیلی بازی خوب کنیم. در سری بازی کمک با ما مشکل غلطید چون که ما بازی آنها رو نمیدونستیم و در بینهای بازی ما بازی آنها رو کم کم آموخته خیلی بازی کردیم. اول 2 گل سر دادیم و بعد حرکت کرده با بچه ها یک سرجم شده بازی رو برابر کردیم. دویم تایم باشد با آنها فکر میکنم که خیلی خوب بازی کردن بازی های اونها رو از خود کردیم و خیلی خوب بازی کردیم. همین دسته که ما دینا با اون رقابت نموندیم سپرینگ دست خیلی با اذیت جسمانی خیلی پرقوت بود و ما از این سبب بازی آنها رو میدونستیم که آنها کانتر اتاک میکنن و ما 5 پوزیشنینگ بازی کردیم. گفتن هایی که مربی گفتن ما با آن اجرا نکردیم و اساسا بازی ما خود چسبید و ما از گفتهای مربی برآمدیم. ما پیش از اومدن با برزیلیا با دسته اوداکس پیمان بستیم که با آنها بازی رفیقانه میگذرونیم و خوب میدونستیم که این دسته در چمپیونات خود در بین بچه‌های 19-20 ساله در برزیل یکی از بهترین ها میباشد و در آنجا بازیگران بسیار خوب هم جمع آوری شدند و برای همین هم برای خوبتر و نصر گرفتن فهمیدن کمبودی‌های خود و در 1-2 نمود تاکتیکی که ترینر پیشه کرده است برای دسته آن رو فهمیدن ما با خلاصه میگیم که با همین دسته بازی کنیم و چه که ما دیدیم دینا در وقت بازی با ما چه مشکلات با مشکلات ما دچار آمدیم یعنی که این بسیار خوب بود که ما در این بازی کمبودی خود رو دیدیم. با دسته 20 ساله اکادمی فوتبال برزیلیا آزمایی کردیم حساب 2-2 شد. ما از طرف مربیان در نزد شاگردان خود وظیفه گذاشته بودیم که تاکتیکی که ما با شاگردان خود مدت 4 دادیم وظیفه دار کرده بودیم که اجرا شوند. از بازی دسته خودمون راضییم ما.